در قرار شورای اروپا از روز 23 اپریل که بسته نوی تحریمات به ضد روسیه را اعلان کرد آمده است نام سپتمین بانک، دوشنبه سیتی بانک و کامرس بانک تاجیکستان را از فهرستی مؤسسه‌های مالی تحت تحریم پاک کنند. اتحادیه اروپا گفته است سببی از فهرست بیرون کردن چندی از مؤسسه‌های تحت تحریم نتیجه مکالمه با کشورهای سوم درباره رعایت تحریمات است و هدف از این تحریمات هم تغییر دادن رفتار آن مؤسسه‌هایی است که بر روسیه در جنگ اوکراین از هر راه کمک می‌کنند. بانک ملی تاجیکستان هم این کار را نتیجه گفتگوها و همکاری‌های مقامات با شریکان اروپایی نامیده است. در بیانیه تازه بانک ملی آمده است که تصمیم اتحادیه اروپا نتیجه مستقیم گسترش همکاری‌های وزارات اداره‌ها با کمیسیون اروپا، تطبیق پیگیرانه استانداردهای بین‌المللی مطابقت و تحکیم نظام مبارزه با قانونی‌گردانی درآمدهای از راه جنایت به دست آمده ارزیابی می‌گردد. پایان اقتباس. یک کارشناس اروپایی درباره عامل‌های دیگری لغو تحریمات گفت: بیرون کردن 3 بانک تاجیکستان از فهرست و مانع شدن به شامل کردن یکی دیگر از بانک‌های تاجیکستان به فهرست تحریمات که کمیسیون اروپا پیشنهاد کرد نشان می‌دهد که بانک‌های مذکور و مقامات تاجیکستان چاره‌های جدی را اندیشیدند، چاره‌هایی که معامله با افراد یا آنهایی را که تحت تحریم اتحادیه اروپا قرار دارند و تحریم‌ها را دور می‌زنند امکان ناپذیر می‌کند. مقامات اتحادیه اروپا آشکارا اعتراف کردند که و آن را اقتباس میکنم این مؤسسه‌ها تدبیرهایی را اندیشیدند که خالیگاه‌های موجود را رفع و فعالیت‌های غیرقانونی را قطع کردند. اتحادیه اروپا ماه سپتامبر سال 2025 ҳаргуна муомилоти молӣ бо سپتمین بانک، دوشنبه سیتی بانک و کامرس بانک تاجیکستان را ممنوع اعلان کرد، زیرا با گفته اتحاد این بانک ها در جنگ روسیه در اوکراین به نوع کمک میرسانند. اتحادیه اروپا آن زمان گفته بود که این مؤسسه‌های مالی تاجیکستان از راه کنار زدن محدودیت‌های صادراتی از جمله کامپیوتر، ابزارهای اداره ماشین، بسرنشین‌ها و دیگر مال‌ها و تکنولوژی‌های نو غیر مستقیم به تقویت توانایی ارتش روسیه سهم می‌گذارند. اعلان تحریمات معاملات بانک‌های تاجیکی با شریکان اروپایی و دیگر مؤسسه‌های خارجی را مشکل کرد. پایگاه خبری پمیر اینساید آن زمان نوشت که بانک‌های مذکور گویا به نزدیکان امامعلی رحمان پرزیدنت تاجیکستان تعلق دارند. بعد تجاوز روسیه به خاک اوکراین در سال 2022 شرکت گازپروم نفت تاجیکستان نیز در فهرست شرکت‌های تحت تحریم اروپا شامل شد. این شرکت یکی از تامین کنندگان اساسی سوزشواری در تاجیکستان است.